سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قرار با هم گردشی داشته باشیم با ماشین در محله گلسار رشت. امروز یک شنبه 1 بهمن ساعت حدود 7:30 شبه. به دلیل درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم ولاگی از رانندگی در شب‌های گلسار داشته باشیم. این ولاگ از پل صابرین به سمت بولوار گلسار آغاز و سپس بعد از رسیدن به بولوار سمیه مجدداً به سمت این چهارراه و میدان گلسار ادامه خواهد داشت. محله گلسار رشت یکی از قدیمی ترین محله های رشت که در منطقه شماره 1 رشت در شمال غربی این شهر قرار دارد. محله گلسار از بولوارهای معروف تشکیل شده. بولوارهای مانند بولوار گلسار، بولوار سمیه، بولوار اصفهانی، بولوار توحید، بولوار گیلان، نماز و دیلمان. وجود فروشگاه‌های لباس با برندهای معروف، کافی شاپ‌ها و رستوران‌های محبوب و بزرگ به همراه بانک‌ها و سایر فروشگاه‌های معتبر این محله رو به یک محله خاص تبدیل کرده. بخش زیادی از این محله هم به دلیل وجود مراکز درمانی و مطب‌های پزشکی، ارزها و گروه‌ها مملو از جمعیت. گلسارگردی در تایم‌های مختلفی از روز جزئی از تفریحات مردم رشت محسوب میشه و رستورانگردی و خرید در این محله یا خیاباناش همیشه برقرار. وجود ویلاهای شیک با متراژ بالا، ساختمان‌های بزرگ و لوکس هم یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد این محله است. لازم به ذکر نیست که این محله از محله‌های با کلاس گرون و عیانی رشت محسوب میشه و کمتر کسی هست که آوازه گلسار رشت رو نشنیده باشه. قبلا در کانال ولاگ قدم زدن در گلسار در روز بارانی، رانندگی در گلسار در طول روز رو در کانال قرار دادیم که لینکشون رو به همراه پلیلیست مربوط به شهر رشت که در اون ولاگ بسیاری از جاهای دیدنی رشت قرار داده رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
you.